بچه‌های تیم ملی همه پشت سر من نشستن. ببینیم کشتیگیر ما چه میکنه. عباسپور تا اینجای کار واقعا زیبا کشتی گرفته. من منتظر کمرگیری عباسپورم. مربی ازبکستان همون کاری که رنگرز میکنه رو کرده. اونورم ما هدایتی رو داریم. 4 دقیقه و 25 ثانیه مونده. سمت اینور خودش رو ستون کرده. لیفت رو به اجرا بذاره. لیفت هم سعی میکنه به اجرا بذاره. حالا اونور سعی میکنه بالانداز رو به اجرا بذاره، نتون. 3 دقیقه اول اینجا به اتمام میرسه. رنگرز هم همینجور در حال باد زدن. هیچ بلالی در ایران نمیتونه مثل استاد رنگرز باد بزنه. عباسپور داره قرص و محکم رو به جلو کار میکنه. به دنبال بارانداز یا لیفت سالتو بارانداز. سالتو بارانداز سعی میکنه به اجرا بذاره وسط. کار میکنه دست راست زیر کت، دست راست زیر کت در تعقیبشه. داره حمله میکنه. شام کنه. داره همین کارو میکنه. دقیقه و 3 ثانیه. حالا سعی میکنه بارانداز رو به اجرا بذاره. بس لیفت کنه. حالا لیفت رو سعی میکنه به اجرا بذاره، نتونه. تو فشار بالا سعی میکنه بیرون هدایت کنه. یک امتیاز گرفتیم. باز تعقیب میکنه. امتیازشو گرفت. حسن‌زاده رو نگاه کنید و روبرو. رنگرز رو نگاه کنید. اون 2 نفر رو داشته باش اون پشت. واسه هم دیگه دارن خواستگاری میکنن. 4-3 کشتی رو میبره. 4-3 کشتی رو برد. عجب کشتی میگیره. خواستگاری هم دیگه حالا حسن‌زاده میاد بزنه. نگاه کنید. بغل میکنه. آفرین طرف شما 2 تا مشتشو بالا میاره. عجب کشتی گرفت. بنده استوری میکنم. همه اینستاگرامی ها رو میاریم اینور. کشتی ما که لذت بردیم، شما چطور؟